برای نمازتان برادرای عزیز یک مکانی را انتخاب کنید که از پیشتان کسی نگذرد. در پشت ستون یا پشت دیوال یک جای روید که از پیش شما کسی نگذرد و شما هم نگذرید. بسیار خطاگی عظیم است که مردم در همون نزدیکی های حجرالاسود، در نزدیکی های مقام ابراهیم از پیش نمازگزارهایی که نماز طواف خوانده اسلام میگذرند، یا عموم دیگر نمازها، خواه فرض است، خواه سنت است، خواه نافله است، دیدید که کسی نماز میخواند از پیشش نگذرید. در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر شخصی که از پیش نمازگزار میگذرد گناه این را میدانید 40 منتظر میایستاد. راوی میگه که نمیدونم که 40 سال گفتند یا 40 روز گفتند یا 40 هفته گفتند. اگر چه 40 روز باشدن، ببینید اگر گناهش میدانست 40 روز منتظر میایستاد. علما میگن که این دلالت میکند که از پیش نمازگزار گذشتن گناهش کبیره است. و بعضی آدم ها میگن که خیلی در مسجد حرام و در مسجد نبوی عوف است، میگن از پیش خودشان. بعضی علما میگن که برعکس احتمال است که در مسجد کعبه و در مسجد نبوی گناهش مضاعف باشد، یعنی چندین مراتب باشد. نخواد الله را در خانهش گناهکاری کنید. این همه به سبب بی‌علمی میشد. نمیداند قدری گناه و قدری ثواب را. از پیش نمازگزار میگذارد. نکنید. احتیاط کنید عبادت خود را.